اندکی پس از این واقعه به عیسی مطوی لیوی دچار آمد که نزد دروازه شهر خراج می گرفت. با من بیا. و عیسی بهر عبادت به کوه برآمد و شب تا صبح عبادت کرد. چون روز شد او 12 شاگردی برگزیده خویش را که حواریانشان خوانده بود درود گفت. یعنی شمعون که بطرسش نیز خوانده بود و برادری شمعون اندوس، یعقوب، یوحنا، فیلیبوس، بارتولمائوس، متی و توما، یعقوب پوری خلارا و شمعون معروف به غیور، یهودای برادری یعقوب و یهودای اسخریوتی که به مسیحا خیانت بکند.